زمان اکرانش هم به ما این رو ادغام میکرد که یه فیلم نهایت وقت گذرونی احتمالاً هست. بازیگر خاصی هم نداشت، بازیگر خوب داشت ولی بازیگر خاص نداشت، کمپین تبلیغاتی عجیب غریب هم نداشت، ولی به محض اینکه اکران شد در بین علاقه‌مندان سینما تونست جایگاه خاصی پیدا کنه. در مورد اینکه چرا تونست این جایگاه رو پیدا بکنه حتما تو قسمت دوم صحبت میکنیم. فیلم هولدوورز محصول سال 2022، کارگردان الکساندر پین و یک بازی به یاد ماندنی حداقل برای من توی 10 سال گذشته تو فیلمایی که دیدم. پول جیاماتی واقعا یک شاهکار خلق کرده. ما کن در خدمت هستیم. تو قسمت اول میخوایم در مورد فیلمای خوب کریسمسی صحبت بکنیم، فیلمایی که ربطی به کریسمس دارن، حالا تو زمان کریسمس اکران شدن، داستانشون به کریسمس ربط داره. من یه لیستی دارم میخونم، تو هم احتمالاً یه سری لیست داری میخونی، یه کوچولی گپ در این مورد بزنیم بریم سر خود فیلم. خب اگه بخوام از قدیم شروع کنم، حتما آره دیگه، من فکر میکنم که هر کس در مورد کریسمس بخواد صحبت بکنه باید با ایتس واندرفول لایف شروع بکنه که خب یکی از مهمترین نمادهای کریسمس سالهای سال تو خیلی از کشورها تو شب کریسمس پخش میشه دیگه. یعنی همون حالتی که مثلا ما تو عاشورا تاسوعا و دهه محرم داریم که سریال مختار یه دفعه پخش میکنه تلویزیون، فکر کنم 2 تا 3 تا فیلم هستش که هر سال تو زمان کریسمس خیلی میاد بالا. یکیش اینه، یکیش کریسمس کاروله، حالا ورژن‌های مختلفش، یا مثلا فیلم هام الان هستش، فیلم گرینچ هستش و فیلم‌های از این دست زیاده. یه دونه فیلم اروپایی هم دوست دارم، یا فیلم مری کریسمس سال 2005 داین کروگر بازی کرده، فوق‌العاده فیلم خوبیه، واقعا فیلم خوبیه. انیمیشن سانتا کلاس هم که مال 2019 خیلی کار خوبیه و عرض می‌کنم که حالا چند تا دیگه هم توریستم دارم تو قرار صحبت می‌کنم. نایتمور بیفور کریسمس تیم برتون هم حتما بعد میگفتم و فامیلی من نیکولاس کیج. در خدمت هستیم. خب من سلام میکنم به همه شنونده‌های عزیزمون، همینطور کیان عزیز که ازش ممنونم که امروز وقت گذاشته واسه این فیلم بسیار خوب و دوست داشتنی که شاید به اعتقاد خود من اعتقادم اینه که حداقل جزو 5 تا به بالای برتر امساله و خیلی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد واسه من. الکساندر پینو ماها هممون دوست داریم به یه دلیل خیلی، یعنی اونایی که به سینما علاقه‌مند هستن به یه دلیل خیلی عمده هم دوستش داریم که کاملا شخصیه و اصلا به کشور ما برمیگرده. اونم به خاطر علاقه‌مندی عجیب الکساندر پین با آقای اصغر فرهادی و همیشه تو مصاحبه‌اش فیلماشو مثالاش از فیلم‌های اصغر فرهادی آورده و برعکس آقای فرهادی که اصلا علاقه به فیلم‌های الکساندر پین نداره، حالا به نوع داستان بندی و ایناش علاقه نیست. ولی به هر حال الکساندر پین رو نمیشه شوخی گرفت به خاطر اینکه کارگردانی که از موقعیت‌های خیلی کوچیک معمولی استفاده میکنه برای ساختار داستان‌های آثارش. اما با توجه به سوالی که کیان کرده و حالا به احترام کیان باید حتما بریم سراغ اون چیزی که کیان پیشنهاد داد، فیلم‌های کریسمسی. آره، یه نکته‌ای که در مورد فیلم‌های کریسمسی وجود داره اینه که معمولا فیلم‌هایی هستن که خیلی هزینه‌های آنچنانی در موردشون نمیشه برای ساختشون و عمدتاً کمدی رمانتیکا، موزیکال‌ها تو اون دوره پخش می‌شدن و معمولاً هم فیلم‌های هپی اندینگی بودن که در راستای این بودن که آقا دیگه شب سال نو دیگه، حال حال مردم رو نگیریم تو رو خدا، مثلا با یه فیلم سیاهی. و حتی مثال خیلی زیبایی که زدی، ایتس واندرفول لایف حضرت فرانک کاپرا با بازی جیمز استوارت، در حقیقت پایان این چنینی رو واسه ما خلق میکنه. و یا مثلا همون چطوری بگم، مثلا فیلم هایی که مثل گرینچ اینا که داره مثال میزنی، یک همچین جهانی رو و خیلی به ندرت پیش میاد فیلم هایی تو اون دوره ساخته بشن که فیلم های ماندگاری بشن بودن. مثلا اون سگانه معروف دای هارد با بازی بروس ویلیس خب دقیقاً تو روز کریسمس اتفاق میافتن. یا مثلا فرض کنید یکی از قسمت‌های معروف اسلحه مرگبار با بازی میل گیبسون باز اون تو روز کریسمس اتفاق میفته و تو همون دوره هم اکران میشن. یا مثلا انیمیشن فروزن که دو انیمیشن خیلی معروفه، یه همچین اتفاقی براش بوده. و اون مجموعه جذابی که اسپیلبرگ تهیه کنندش بود، من اسم کارگرداناشو یادم نیست، گریملیز، که جزو فیلم‌های ترسناک به حساب می اومدن ولی بسیار فیلم‌های جذابی بودن. این نوید میده که شما هر سال کریسمس که میشه منتظر چنین جریاناتی باید باشید و منتظر یه همچین فیلم‌هایی باید باشید. ولی میتونیم راحت این مثال رو بزنیم که این مثالی که الان کیان آورد
جزو فیلم‌های بسیار ارزشمندی هستن که ثابت میکنن اگر یک آرتیست خلاق پشت یه داستان حتی تا میزانی پاپیولار باشه میتونه اون چیزی رو خلق بکنه که ما الان مثلا بهش میگیم شاهکاری مثل هوملان 1 و 2. حالا باقیش که ساخته شد یه کاری نداریم، همون دوتایی که مکالی کالکین بازی کردن. فکر می‌کنم با این مقدمه بتونیم که انجام ادامه بدیم. بله میخوام بریم سرعت خود فیلم، ولی حالا تو قسمت دوم صحبت میکنیم. من به نظرم هولد اوورز اصلا توی این دسته ما کام قرار نمیگیره، یعنی فقط یه بهانه یه کریسمس که این داستانش رو روایت بکنه و چقدر هم خوب از این بستر استفاده میکنه. حالا حتما در موردش صحبت میکنیم. منم کاملا باهات موافقم. اصلا که گفتم که به نظرم کاراکتری که پل جیاماتی توی این فیلم خلق میکنه یکی از بهترین کاراکترها و پخته ترین و خوش پرداخت ترین کاراکترهایی که من تو چند سال گذشته تو سینما اصلا دیدم. اصلا جدا از فیلم که فیلمم بسیار فیلم خوبی بود و عرض میکنم که توی این فیلمایی هم که گفتیم حالا واقعا ایست واندرفول یه کار کلاسیک دیدنیه حقیقتا، ولی من باز یه دفعه که تایید کنم این فیلم مری کریسمس 2005 رو ببینید. خیلی کار جالبی داره. جنگ جهانی دومه و یه داستان عجیبی داره تو وسط جنگ و بحبوحه جنگ و جشن کریسمس. خیلی خیلی فیلم خوبیه. سال پیشم یه دونه اومده فیلم وایلنت نایت بود، یه بابا نوئل دائم الخمر شیکم گنده. اصلا خیلی جالب بود. خیلی جالبه که ملت دارن سعی میکنن که قالب‌ها رو بشکنن، بعضی وقتا از روی حماقت چیز جالبی توش در میاد. وایلنت نایت که سال پیش اومده بود به نظرم فیلم جالبی بود، ارزش دیدن داشت. کریسمس کارل هم اگه بخوام تو ورژن مختلفش بگم، ورژن والت دیزنی که میکی ماوس و دانالد لاکن من شنیدم مورد علاقه. من اطلاعات فیلمو بگم بریم سر وقت خود فیلم. با ماکان میخوام بشینیم یه گپ خوبی داشته باشیم. درجه آر داره فیلم. همینجا به ما اصلا میگه که آقا ببین من درجه‌ام آره، من زیاد ربطی بهشون فیلمای کریسمسی همه جی و پی جی و اینان دیگه. یعنی همینجا تکلیفو معلوم می‌کنه که میگه آقا ببین من فقط بسترم کریسمس، من ربطی به کریسمس ندارم. 2 ساعت و 13 دقیقه زمان اکران فیلم هست. ریتم بسیار خوبی داره فیلم، یعنی به عنوان یه فیلم درام افت و خیز بسیار به جایی داره، ضرب آهنگ فوق‌العاده، مطلوب و درستی داره و اصلا آدمو خسته و دچار ملالت نمیکنه. خیلی خیلی فیلمنامه خوبی داره به نظرم فیلم. در کنار پرداخت عالی فیلمنامه متای 82 رو گرفته که نشون میده منتقدین فیلم رو کامل پسندیدن. 112 کاندید در جشنواره‌های مختلف، 53 برنده و جای تأسفی که باید بگم فکر نمی کنم توی اسکار بتونه متاسفانه جایزه خاصی ببره، با اینکه اگه من الان به من بگم بهترین بازیگر نقش اول مرد من میگم آقا بدیم به پل جیاماتی ولی متاسفانه فکر میکنم قریب به یقین به فیلم آقای نولان برسه اکثر جوایز. بنابراین با کمال ناراحتی باید بگم پل جیاماتی فکر نمیکنم شانسی داشته باشه غیر از اینکه کاندید بشه. ولی نقش اول زن رو این خانم سیاه‌پوستی که تو فیلم بازی کرده امیدوارم که بتونه بگیری. به نظرم خیلی بازی درخشانی داره. 3 تا بازی اصلی فیلم مثلا کلا. در مورد بودجه ساخت فیلم اطلاعاتی نداریم ولی 18.5 میلیون دلار فروش داشته که اینم واقعا جای تاسفه. فیلم به این خوبی 18.5 میلیون دلار. بعد یه مش آشغال و مزخرف میسازن، فلش و نمیدونم آکوامن و چی فروشای زیاد. آقا این فیلم واقعا آدم باید بره سینما ببینه. این فیلمو هر جا باید بری ببینیم. واقعا 18.5 میلیون دلار برای این فیلم خیلی کمه. در مورد الکساندر پین هم بگم که من طرفدارش هستم، خودم به شخصه دوست دارم سینماشو. اولین فیلمی که ازش ما کاندیدم ابات اشمیت بود، یادم اون موقع راهنمایی کجا بودم. فیلم خوبیه به نظرم بعد از آره، ولی هولد اوور من میگم بهترین فیلم کارنامه‌شه، ولی بعد از اون ابات اشمیتی که با جک نیکلسون ساخته فوق العاده فیلم خوبیه. ماکان از 1 تا 10 به فیلم هولد اوورز چند میدی؟ من 8. بله خیلی امتیاز خوبی دادی. منم اجازه بده یه 8 به فیلم تقدیم کنم. فیلم دوست داشتنی و گرم هولد اوورز و امتیازش تو آی ام دی بی با 33,000 تا رای در تا این از 8. امتیاز خوبی داره، متای خوبی داره، فقط متاسفانه فروش گیشش ضعیفه که منو خیلی ناراحت میکنه و وقتی با یه سری فیلم‌ها آتش‌خال نگاه میکنم اینا فروش عجیب دارن. کمپین دیگه آقا، واقعا تبلیغات و کمپینه. تو نگاه میکنی یه فیلم مهجور مثل این فیلم
با اینکه بسیار فیلم خوبیه، فروش خوبی نداشته. البته درجه آرش هم ما کام بی تاثیر نبوده. این درجه آره یه مقداری به فیلم از نظر فروش ضربه زده. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم هولدوورز در خدمت همه دوست. ما در خدمتیم. نظر کلیتون مثل همیشه بدونیم در مورد فیلم و بعد بریم رو جزئیات صحبت کنیم. مرسی کیان عزیز. ببینید یه نکته که وجود داره اینه که شاخصه‌ای که این فیلم داره وصل میکنه فیلم الکساندر پین رو با فیلم‌های گذشته‌اش. ما اگه یه نگاهی به کارنامه الکساندر پین بندازیم با توجه به توضیحاتی که کیان عزیز داد، می‌بینیم خیلی از موقعیتایی که تو این فیلم هست تو فیلم‌های گذشته الکساندر پین هم طراحی شدن. همون فیلم اباوت اشمیت، فیلم نبراسکا، اون فیلمی که جورج کلونی نقش عزیز بازی می‌کرد، دیسکنت دنس، که اتفاقا همزمان بود با فیلم جدایی نادر از سیمین و با هم کاندید بودن برای اسکار و این چیزا، هم حالا نه تو هم رشته باشن ولی به هر حال تو اون سال با هم اکران شده بودن. همه رو که نگاه میکنیم یک نقطه مشترک ساده دارن. یک المان ساده، یک المان خیلی دم دستی، به نظر خیلی ساده، روابط انسان‌های معمولی. مثلا توی نبراسکا یه پدری که داره در شرف آلزایمر گرفتنه، یه سفر جاده‌ای رو با پسرش آغاز میکنه و اصلا به خودت میگه آقا این من باید چی رو تعقیب بکنم، این چه سوژه‌ای داره که 2 ساعت بشینم، ولی میبینی چنان موقعیتی رو برات خلق میکنه که شما میخکوب میشی اونجا و میشینی فیلم تا آخر نگاه میکنی، با اینکه شخصیت اصلی داستان در ظاهر یه آدم کاملا دیگه بدون حتی تعلیقه، بدون هیچ گونه تعلیقی از توی فیلم، حتی بدون غافلگیریه. و حتی در مورد اباوت اشمیت هم با بازیگر بزرگی مثلا جک نیکلسون وقتی کار میکنه ولی باز سوژه اونجوری قلقلک دهنده نیست. نکته که اینجا اتفاق میفته یک چیز رو به ذهن آدم میرسونه، اینی که این آدم یعنی الکساندر پین بسیار آدم باهوشیه. من فکر میکنم موقعی که داره فیلمنامه ها رو مینویسه بر اساس اون بازیگری که قرار نقش اصلی رو بازی کنه خیلی رو اون فکر میکنه. این شخصیت پول هاول که هم اسم پول جیاماتیه، این اسم کوچیکشون با هم یکیه، اساساً یه شخصیتی که برای انگار پول جیاماتی طراحی شده. این یه نکته بارزی که میشه در مورد فیلم گفت، یعنی شخصیت این معلم تاریخ از اون شخصیتایی که 20 سال آینده هم میتونی به سینما رجوع بکنه آدم و بگه مثلا یه همچین شخصیتی بوده. مثلا الان که مثلا شما صفحه اینستاگرامو که بالا پایین میکنی میبینی یه عده استوری گذاشتن، مثلا یه بخشی از فیلم گادفادر بازی آلپاچینو، یه بخشی از فیلم مثلا هیت قسمتی که مثلا رابرت دنیرو فلان جمله رو گفته. این یادگاری که آقای الکساندر پین طراحی کرده به قول کیان یکی از بهترین شخصیت پردازی آثار الکساندر پین هم بوده. در کنار اینکه یه فیلم خیلی خوب و طراحی کرده، یکی از بهترین طراحی شخصیتی هم بوده که اتفاقا تناقضای جذابی رو به جون این شخصیت انداخته که خیلی ریزن ولی بسیار 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 مهمه، بسیار تاثیرگذارن. و بعد حالا بیای تو بخش فرم قضیه، در کنار حالا بازی زیبای همه بازیگرها، تو بخش موسیقی میره سراغ موسیقیایی که دقیقاً دارن چیزهایی رو توی کلامشون دارن میگن که ربط مستقیم داره به اون سکانسی که داره اتفاق میفته. و این نشون دهنده اینه که الکساندر پین چقدر پختگیش و چقدر جذابیتش به کار اومده برای این فیلم. و من میتونم بگم با احترام به فیلم‌های خوبی مثل امسال مثلا اوپنهایمر که فیلم خوبی بود واقعا از کریستوفر نولان، ولی واقعا اگر انصاف بخواد برقرار بشه حداقل تو 2 تا رشته جایزه باید به این فیلم برسه. یکی فیلمنامه نویسی این فیلمه و یکی بازیگر اصلی مرد. بسیار بسیار فیلم تاثیرگذاریه و فیلم موندگاریه، فیلم The Holdovers. و اساسا اسم فیلم که همون جامانده ها حالا ترجمه شده و درستی هم ترجمه کردن، معنی این که اینها باید توی اون حالا تو اون فضای کریسمسی بمونن و فلان و بهمان اینها، هم اونو خوب ترجمه کرده، هم میرسیم به این که اساسا این اسم جامانده ها چقدر خوب توی شخصیت این معلم حل شده و معنی پیدا میکنه. من در خدمتم کیان جان. بله ممنونم، متشکرم. منم خیلی کوتاه در این مورد صحبت بکنم. فیلم هولدوورز وقتی اومد میگم کمپین تبلیغاتی خاصی نداشت، منم اصلا دنبالش نبودم که فیلمو ببینم، داشتم فیلم‌ها رو بالا پایین می‌کردم دیدم این فیلم چه امتیاز بالایی داره و من پول جیاماتی رو خب دوست داشتم، طرفدار بازیگریش هم به نظرم بازیگر خوبیه، بازیگری که قدر نادیده است. نسبت به الان تو آی ام دی بی بهشم نگاه میکردم 118 تا پروژه سینمایی داره این بابا. یعنی تو نگاه میکنی بالاخره آدمی که استخون خورد کرده تو سینما 118 تا پروژه کم نیست واقعا. و
گفتم بشینم فیلمو نگاه کنم. همونجوری برای خودم مشغول بودم، فیلم که شروع شد و این از اون فیلماست که از همون 10 دقیقه اول آدمو میگیره. یعنی اصلا زیاد وقتی هم نمیگذرونه که تو بخوای تو فیلم، تو روند فیلم حل بشی، نه از همون اول فیلم انقدر این کاراکتر جذابه. البته اینجا این نکته بگم یه نیمچه فنی، یه ایرادی از یه دفعه کنم با خودت داشتیم صحبت میکردیم، بعضی از کارگردانا داشتیم در مورد نولان صحبت میکردیم، فکر کنم تو میگفتی اینو، میگفتم ببین وقتی تو یه کاراکتری رو توی فیلم میذاری که بازیشو کنترل نمی‌کنی، این کاراکتر اگه خیلی عمیق بشه کل فیلمو تحت تاثیر قرار میده. مثلا نمونه باردش همون گادفادریه که تو داری میگی و بازی درخشان مارلون براندو، یا مثلا فیلم دارک نایت کاراکتر جوکر. ببین رو سایه‌شون رو فیلم سوار میشه. کارگردان معمولا خوششون نمیاد از این قضیه، تماشاگرها خوششون میاد، ولی عوامل ساخت فیلم خوششون، چون اونا رو تحت تاثیر قرار میده، همه چی تحت تاثیر اون کاراکتر قرار میگیره. اینجا هوش فوق العاده و تسلط کارگردان فیلم الکساندر پین، در حالی که این کاراکتر دقیقاً یک کاراکتر بسیار قدریه و بازی خیلی خوبی گره تونسته بگیره پال جیاماتی، ولی رو کل فیلم سایه به اون معنی ننداخته. یعنی تو همه وقتی میبینم میگم فیلم خوبیه، یه بازی خوبم داره، یعنی دوتاش با هم داره. این جزء نقاط خیلی مثبت و جزء پوینت‌های خیلی عالی این فیلمه. فیلمی نیستش که همه بیان بگن آقا فقط یه بازی خوب داره، نه، فیلمش هم فیلم خوبیه، بازی‌های دیگه هم بازی‌های خوبیه، ولی پل جیاماتی خب خداوکیلی ستون اصلیه و اینجا یه دستمزد بعد برعکسان پیر میگم ها چی فیلم شروع شده ما رفتیم جلو، خیلی روند فوق‌العاده‌ای داره. پرداخت شخصیت، حالا البته الکساندر پین یه هوشمندی خاصی هم خرج داده، تعداد کاراکترها تو فیلم کمه، بنابراین کارگردان و نویسنده که خودش بوده وقت داشته که اینها رو بپزه، وقت داشته که اینها رو بال و پر بده و پردازش کنه و دقیقاً موفق شده این کارو بکنه. یعنی تمام این کاراکترهای اندک و انگشت شماری که تو فیلم هستن در میان، هیچ کدوم کاغذی نیستن. مادر عزادار رو من میفهمم، پسر مستعصر رو من میفهمم، معلم عصبانی رو من درک میکنم، خیلی جالب. و از همه جالبتر این شیمی بین این سه نفره که در نهایت بین این مادر و اون دانش آموز و معلم میمونه، واقعا ماکان خوب در اومده این شیمی، خیلی خیلی جذابه. ما بعضی وقتا نگاه میکنیم مثلا توی سینما، همین امسال این فیلم باربی، واقعا من نگاه میکنم شیمی کاراکتر باربی و کن به ضرب و زور در اومده بود، ولی اینجا بدون هیچ ادعایی این رابطه این سه تا فوق‌العاده جذاب در اومده. یعنی هیچ زوری هم نزدن، انقدر این محیط آماده بوده، انقدر بازیگر آماده بوده، فیلمنامه درست بوده، اصلا در اومده. یعنی کار خاصی هم لازم نبوده بکن. از این نظر فوق‌العاده جذاب و دوست داشتنیه. خب بریم وارد جزئیات بشیم. در مورد بازی‌ها که صحبت می‌کنیم، ما کن در مورد بقیه بازی‌ها اگر نظری داری بگو، بعد بریم سر یه خود داستان فیلمنامه صحبت می‌خوام بکنی. در مورد فیلمنامه اگه می‌خوای خود صحبت بکن. آره حتما. در مورد بازی‌ها میشه حالا باقی بازی‌ها میشه در حین بحثمون با هم دیگه در موردش اشاره‌ای داشته باشیم که زیاد دیگه فوکوس روی این قضیهش نباشه و وقتمون رو نگیره البته. اما نکته که وجود داره، اولین سوالی که به ذهن آدم میرسه میگه آخه چرا باید بیاد کریسمسی رو نشون ما بده که توی دهه 70 اواخر دهه 60 و شروع سال جدید، یعنی در 70 به 71 باید این اتفاق بیفته. به وقتی که فیلمو داریم نگاه میکنیم، کاراکتر اصلیمون یک معلم تاریخه، مدام ارجاع میده به گذشته، از دل تاریخ حرف در میاره به ما تحویل میده، دیالوگ هایی میگه که اصلا به تاریخ ربط داره، اصلا میگه شما مدام تداوم دنیا، انسان بشر امروز خلق شده برای تداوم تاریخ، این تاریخ هی داره تکرار میشه، مدام این دیالوگا رو داره به کار میبره. بعد به خودمون میگیم خب این حالا یک دلیل، فقط همین باید باشه. نگاه میکنیم به اون دهه 70، اتفاقات مهمی که توی دهه 70 افتاد، جنبش‌های دانشجویی توی اروپا و توی امریکا به تناوبش، جنبش‌های موسیقی توی اروپا و امریکا همزمان با هم دیگه صورت موازی، بحث واترگیت، بحث یعنی خرابکاری نیکسون، بحث جنگ ویتنام که اصلا رد پاشو همون اول فیلم می‌بینیم، جوانی که کشته شده به خاطر چیز، و اینکه حالا به واسطه سیاه‌پوست بودنش ما میریم تفکرمون میره به سمت این قضیه
که جریانات نجات پرستی تو دهه 70 امریکا وحشتناک روی سیاها فشار وارد میکرد تو برخی از ایالت‌ها، از جمله همون ایالت بوستون که اینا میرن توش و یه سری اتفاقات براشون میفته. میتونیم بگیم که به فاصله گرفتن خانواده‌ها از همدیگه، حتی جنبش‌های هنری بسیار عجیب غریبی که توی دنیا اتفاق افتاد، مثل صنعت مثلا هنر پاپ آرت که خیلی شکل وسیعی پیدا کرد، و حتی همین کارگردان‌هایی که ما بهشون امسال خیلی می‌نازیم مثل آقای مارتین اسکورسیزی که ان شاءالله خدا همیشه زنده نگهش داره، که همین فیلم آخرش هم همه دیدن، مال همون دوران هستن. حتی الکساندر پین در یه بخشی با ادای دین کردنش به سینما میره سراغ یه فیلمی از آرتور پن، اون فیلمی که داستین هافمن داره توش بازی میکنه، بزرگ مرد کوچک، که اتفاقا یکی از فیلم‌های ضد جریانه، یعنی فیلم وسترن در ظاهر ولی قشنگ ضد جریان وسترنه، و یه اشاره میکنه که آره این فیلم خیلی خوب چه چیز کرده، قبیله شایان ها رو نشون داده، زبانشون رو درست صحبت کرده و اینا، یعنی یه اشاره‌ای این مدلی توی فیلم میکنه توی سینما. حالا جدای از این که اون سکانس خودش ادای دین کردن به سینماست، ولی این قضیه رو میذاره که چقدر این نگاه تاریخ، نگاه معلم تاریخ مثلا توی این فیلم وجود داره، و میره سراغ یه فیلمی که ساختار شکن بود. یعنی فیلم بزرگ مرد کوچک رو میگن جزو فیلم هایی که دیگه میشه تابوت وسترن کلاسیک رو اینا زدن. آخرین فیلم دیگه میشه این گروه خشن آقای سام پکینپا، و بعد دیگه فیلم های بعد از این که میان دیگه اون به جریان وسترن هستن. پس ما میگیم که آقا چقدر تاریخ مهم شد. اما آیا آقای الکساندر پین میخواد در راستای این حرفایی که الان من زدم یه بیانیه سیاسی بده، یک فیلم سیاسی مثلا طراحی بکنه؟ نه، همچین کاری رو نکرده. خیلی اینا رو زیر متن داره میده، خیلی اینها داره با اشارات بهشون رد میشه، فقط در حد یک دیالوگ میره جلو، و بعد میاد حالا اون چیزی که خودش داره سنگ بناوراش میذاره رو طراحی میکنه که این جزء زیبایی‌های بیشتر فیلمنامه است. آدم لذت میبره وقتی این فیلمنامه‌ها رو اینطوری میبینه و این فیلم‌ها رو میبینه، کیف میکنه، به خودش میگه سینما همچنان زنده است و داره نفس میکشه. یه معلم تاریخی که بسیار حاضر جوابه، بسیار حافظه خوبی داره، بسیار اصولگراست، اما در قبال اون قضیه بسیار منزویه و به واسطه یه سری ایرادات بدنی که داره بدنش بو میده، یه بوی بدی میده، و حتی میگن که به خاطر همینه که احتمالاً تو با خانم ها نمیتونی ارتباط بگیری. چشمش مشکل داره، ولی با همین چشمی که یه دونه چشم سالمی که داره میخواد چش دنیا رو در بیاره، میخواد چش زندگی رو در بیاره. یه آدمی که اومده بگه آقا زندگی نمیتونه منو زمین بزنه و من هستم تا آخرش. خیلی این جریانات رو درست داره الکساندر پین جلو میبره، اصلا قهرمانسازی بی معنی انجام نمیده، و این جملات قصاری که از جهان یک معلم تاریخ در میاد توقع مخاطب رو چیز میکنه، ارضا میکنه. وقتی این جمله رو به پسر برمیگرده میگه که زندگی مثل این پله‌های مقدونی میمونه که ازش میری بالا، خیلی کار سختیه، برای یه دونه تخم مرغ میری بالا ولی پر این فضله مرغه توی اون راه. زندگی رو به این داره تفسیر میکنه، و حتی در زیباتر کردن فیلمنامه‌اش آقای الکساندر پین میاد یه قرینه سازی جذابی رو ایجاد میکنه بین پسر اگنس و پل هافمن، یعنی اون شخصیت حالا پل ژاماتی، که میبینیم چه شباهتایی پسر معلم با هم دارن. جفتشون سرتقا، جفتشون ممکنه که از این مدرسه اخراج بشن، یعنی پسر که به خاطر شهربازیاش خیلی اتفاق افتاده و معلم در گذشته ما میفهمیم این اتفاق براش افتاده. هر دوی اینها دوچار یک معضل جدایی از خانواده هستن. حتی قرصایی که مصرف میکنن، قرصای افسردگی که هر دوشون دارن مصرف میکنن، شبیه به همه. من یه پرانتزی باز بکنم. ببین فیلم وقتی که میره سراغ دهه 70 یه نکته خیلی مهمی رو داره اشاره میکنه. بحث افسردگی تو اون دوره تو آمریکا وحشتناک بالا میره. یکی از دلایل عمده‌اش به واسطه جنگ سرد بود و یکی دیگه از دلایل مهم دیگه‌اش اتفاق واترگیت بود. به شدت اعتماد مردم به دولت خودشون پایین میاد و قرص‌های افسردگی مصرفش به شدت بالا میره. حتی نشون دادن پدر اگنس توی بیمارستان یک جوری میتونه ما رو یاد این موضوع بده که نکنه این پدر موضوعش اون چیزی نیست که دارن مطرح میکنن، یا به واسطه جنگ سرد وادار شده به اینجا. چون میگه که برمیگرده میگه که یه دیالوگ فقط میگه اینا یه چیزایی تو غذا رو برام میدن میخورن و من نمیدونم چیه. نکنه به واسطه اون اتفاقات جنگ سرده، یا نکنه به واسطه اصلا اون خود جریان واترگیت این اتفاق افتاده، یا مثلا جنگ ویتنام. و فیلم خیلی زیبا میاد یه پایان بندی جذاب و طراحی میکنه برای ما
که معلم این فداکاری که نمیتونیم بگیم، اما انگار آینده اون پسر رو به قدری روشن می‌بینه و یه جور آینده خودش می‌بینه که حالا قبول میکنه از اون جایی که به یک نوعی سنگر زندگیش بوده اخراج بشه و پسر ولی تو اون مدرسه بمونه، ادامه تحصیل بده و اون مدرسه نظام رو نره. اما نباید فراموش بکنیم که آقای الکساندر پین طراحی شخصیتی که واسه قهرمانش کرده فقط این نیستش که اینو شغل از دست داد، اساساً این رو براش فراهم میکنه که تو باید از اونجا میزدی بیرون، تو باید اون دفترچه‌ای که مری بهت میده که بری کتابتو بنویسی باید بری و از اون جایی که مثل یه زندان دورتو گرفته بیای بیرون و کار اصلی تری رو شروع بکنی، یعنی یه زندگی جدیدتری شروع کنی، اونم تو اون سن و سالی که حالا شخصیت داستان ما داره که ما میفهمیم که حتی شاگرداش حالا شدن مثلا مدیر مدرسه یا مثلا یه کاری توی مدرسه شدن. من خیلی فیلم رو دوست داشتم، فکر میکنم از حرفم مشخصه و این نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم، میخوام یه مقدار کیان صحبت کنه، بعد اگه با چیز بود من در خدمت هستم. کیان جان. بله ممنونم. ماکان فکر نمی کنم کسی این فیلم رو ببینه و از این فیلم خوشش نیاد. میدونی یه بحثی هم حالا ما شاید یه دفعه بشینیم با هم صحبت کنیم. به نظر من این فیلم توی کاتگوری فیلم‌های فیلینگ گود قرار میگیره، فیلمی که وقتی تموم میشه تو یه حس خوشی داری، یعنی یه چیزی به تو داده، یه انرژی مثبتیه که به سمت تو میاد و این فیلم خیلی خوب تونست این کارو کنه. من یه چیز در مورد این قضیه سال فیلم بگم. خب این توی سینما دوستا خیلی سرش صحبت شده که آقا چرا مثلا این سال انتخاب شده و اینا. منم خودم خیلی بهش فکر کردم که آقا چرا مثلا این دهه رو انتخاب کرده، مثلا 10 سال قبل نه. میدونی چرا آدم این فکر رو ماکان میکنه؟ به خاطر اینکه این فیلم همه چیش فکر شده است. یعنی تو نمیتونی بگی آقا من نمیتونم حداقل قبول کنم که کارگردان نشسته واسه خودش گفته خب حالا مثلا دهه 70 انتخاب میکنیم. من نمیتونم اینو قبول کنم با توجه به اینکه این فیلم اصلا مشخصه که روش فکر شده، حتما سال ساختی هم که برای فیلم در نظر گرفتن فکر شده است. رفتم من نمیخوام بگم این حرفی که شما زدید اشتباهه، که احتمالاً اینو درست‌تر هم هست چیزایی که شما گفتین، ولی از یه بعد دیگه هم میخوام این قضیه رو نگاه کنم. فکر میکنم همه آهنگ جاودانه و معروف فرهاد و عیدانه رو شنیده باشن دیگه، بوی عیدی بوی نون و اینا. فرهاد آهنگو نزدیک 27 سالگی خوند، فکر میکنم سال 55 یا 56 تو برنامه عید تلویزیون اولین بار اومد اون رو اجرا کرد و توی اون آهنگ فرهاد به بچگیش اشاره میکنه، اون موقعی که 9 سالش بوده 10 سالش بوده، از خونه مادر بزرگش میگه و اینا. آقای الکساندر پین متولد 1961، یعنی موقعی که زمان این فیلم هستش 1970 71 10 سالش بوده. و ببین تو نگاه میکنی، منم اینجوری هم فکر میکنم، تو هم اینجوری باشه، همه اینجوری هم. اون دوران عید کودکی شیرین ترین دوران عید زندگی آدمه، اون چند سالی که آدم داره کم کم اقرس میشه، مثلا 7-8 سالشه تا 10-11 سالگی، متوجه همه چی برات قشنگه، همه چی برات لذت بخشه. من فکر میکنم یه نوستالژی هم تو کارگردان بوده که به اون دهه برگرده و بتونه اون فضا رو دوباره برای خودش بسازه. حالا این بحثای سیاسی رو هیچ وقت تو فیلم واقعا مطرح نمیشه، ما بیشتر عید رو میبینیم، ما بیشتر فضای کریسمس رو میبینیم، اون فضای کاریکاتوری کریسمس دیگه، برف زیاد و چراغونی و این چیزا رو تو فیلم خیلی میبینی. حالا منم فکر میکنم یه دلیلش هم شاید این بوده، نمیتونم بگم که حتما، ولی به نظر خودم بی تاثیر نبوده. یه نکته دیگه میخوام بگم در مورد روند فیلم، میخوام ماکان صحبت بکنم که بعد بریم دیگه پایان بندی تو رو بشتیم و برنامه رو تمام کنیم. فیلم ماکان پیچش عجیب غریبی توش نداره، یعنی وقتی شروع میشه برای کسی مثل من یا تو یا خیلی از بچه‌ای که شنونده ما هستن که فیلم بینایین که تقریبا میشه گفت حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای هستن، ما روند فیلمو میتونستیم حدس بزنیم که اولش تنشه، بعد اینا به یه شناختی از هم میرسن، بعد یه اتحادی ایجاد میشه، بعدش هم مثلا چی و چی، یعنی تقریبا ما میتونستیم روند. ولی میدونید ما کان نقطه مثبتش چیه؟ مثل اینه که تو 1000 تا قرمه سبزی تا رو خوردی، 1000 تا قیمه خوردی، ولی یه دفعه یه دونه میخوری، مثلا میخونه مادر میگه آقا عجب خوب جا افتاده بود. این فیلم دقیقاً اینه ماکان، یعنی انقدر این روند پخته شده است و خوب میره جلو. وقتی به آخر، من دقیقاً میتونستم حدس بزنم وقتی که آخر فیلم پل جیاماتی وارد اتاق مدیر میشه، طرف پسر رو میگیره و براش عوارض خواهد داشت، ولی
برام این 1 ساعت و نیم 2 ساعت انقدر خوب این پخته شده بود که اصلا برام طبیعی بود که باید این اتفاق بیفته. هیچ حس شعار زدگی من نداشتم که آقا بعد دوباره داره شعار میده یارو متحول شد. نه واقعا اینجوری نبود. یعنی قشنگ ذره به ذره تو وجود من پر شده بود که آقا این آدم چطور به یه تصمیمی رسیده که آخر فیلم تصمیمو گرفته. تقریبا از اواسط فیلم پل جیاماتی تصمیمو میگیره، از اونجایی که با پسر میرن که پدرشو ببینن خودش متوجه میشه که این قضیه براش عواقب داره، ولی دیگه قبول میکنه، میگه آقا من این عواقبو میپذیرم. خیلی خیلی خوب برد جلو. یا اون مثلا اون سکانس قشنگی که اون زن سرآشپز میاد یه کتاب سفید بهش میده که میگه آقا حالا وقتش که تو کتاب، اصلا حس شاهزادگی برای من نداشت. یعنی من میفهمیدم که این الان یه آدمیه که یه دفعه تصمیم گرفته یکی رو زده از دانشگاه انداخترش بیرون، این چندین سال، شاید 30 سال 40 سال با این تصمیم زندگی کرده و این تصمیم رو قبول کرده. همون آدم یه تصمیم جدید گرفته که طرف یه پسری رو بگیره و باعث بشه که اخراج بشه و این تصمیم رو قبول میکنه و با این کنار میاد و زندگیشو ادامه میده. یعنی برای من به عینه مشخصه که این مدام میشه کتاب مینویسه. خیلی برام این خوب جا افتاد و واقعا باید بگم که الکساندر پین برخلاف فیلم قبلیش که یادت هستش داون سایزینگ و دیگه همه یادشونه دیگه. بله. فکر میکنم ما بزرگترین کمپین تبلیغاتی فیلمای ایشون مال اون فیلم بود. یعنی خیلی همه منتظرش بودن فلان و واقعا تو ذوق من و خیلیا خورد اون فیلم. خیلی فیلم جالبی نبود دیگه، ولی این فیلم قشنگ ماکان شست و برد. اوج پختگی و درک یه کارگردانی که میگه آقا الان به یه سن رسیده که دیگه تو پختگیشه، یعنی فیلمی که میسازه فیلمه. این فیلم دقیقاً سمون رو به نظرم بهترین فیلم کارنامه‌شه. در خدمت هستیم برای پایان بندی. بله مرسی. من تو ادامه حرف تو تایید حرف تو اینو بگم که ببین موقعیتی که الکساندر پین تو فیلمنامه‌اش داره طراحی میکنه برای شخصیت معلم تاریخ یه موقعیت خیلی جذابیه که چرا اینا با هم درسته، تو کاملا حرفت درسته، ما همه چی این فیلم به راحتی قابل حدسه، ولی چی میشه که ما میشینیم اون فیلم رو نگاه میکنیم؟ اون ریزه‌کاری‌ها یا به قول تو همون چاشنی‌های قرمه سبزی است که یه نفر میاد یه جوری میریزه که آشپز جوری درست میکنه که اون مزه تا آخر عمرت دیگه تو دهنت میمونه و میگه این خوشمزه ترین قرمه سبزی بود که من خوردم. من میخوام بگم این چاشنی‌های آقای الکساندر پین تو مواجهش با اگنس که بیشترین تماس رو با هم دیگه دارن، اونجاست که یک موقعیت عینی رو تبدیل میکنه به یک موقعیت ذهنی. یعنی مدام معلم از یک جای به بعد خودش رو میبینه در قالب یه پسر جوان‌تر، در قالب یه دانش آموزش. معلم تاریخی که از تاریخ استفاده میکنه برای حاضر جوابی، حتی تو اون دعوای توی کافه از تاریخ استفاده میکنه برای عذاب دادن شاگردا. یه روز مونده به مثلا تعطیلات کریسمس میاد نمراتشون رو میده، حال همه رو میگیره، حتی میگه همین الان بشینین با هم دیگه درس بخونیم اگه حاضرید، و حتی میدونه که نمره یکی از بچه‌هایی که خیلی باباش آدم دمکلفتیه رو کم داده و یه جورایی جریمه‌اش کردن بابت همین قضیه. یعنی خود این آدم‌ها، خود این موقعیت‌ها مدام داره انگار تاریخ رو تکرار میکنه. اونجایی که به پسر برمیگرده میگه که ببین تو قرار نیست مثل پدرت، مثل قهرمان‌های تراژدی یونانی پایان زندگی بره به سمت این که تو هم مثل قهرمانا بگی که خب سرنوشت من اینجوری بوده و باید تقدیر واسه من اینجوری طراحی شده و من این اتفاق برام میفته. تو قرار نیست مثل بابات باشی. وقتی داره اون دیالوگا رو بگه، ما دیگه به یک جایگاهی از فیلم میرسیم که نوع برخورد این آدم رو و این به قول تو این شیمی بین اگنس و پل رو درک میکنیم و ما کاملا متوجه میشیم که این شاگرد و معلم انگار خود تاریخن. هر دوشون یک بخشی از تاریخ زندگیشون رو مخفی کردن. اون میگه پدرم مرده، ولی معلوم میشه که پدرش نمرده. اونم میاد یه داستان تعریف میکنه که چجوری از هاروارد اخراج شده و این خود این قضیه مدام هی تاریخ رو تکرار میکنه و انگار داره میگه اصلا این آقای پل هافمن یه آدم مونده در تاریخ، جامانده اصلی اینه. به واسطه اینکه مون تو این مدرسه یه سنگر برای خودش درست کرد، منزوی شد، یه کار تکراری انجام داد، دفعه که آدم میتونه کتاب بنویسه و خیلی بهتر تاثیرگذارتر باشه. و حالا اتفاقی که در پایان براش میفته، باز حرف من اگه تکراری از همه شنونده‌هامونم معذرت میخوام، اتفاقی در راستای اینو به ما میفهمونه که شخصیت مری
اون همون خانم سیاپوس که اسمش خیلی سخته دیگه واقعا تلفظ کردنش، و شخصیت انگوس یا هر چیزی که هستش شاگرد در حقیقت، همه در اینا طراحی شدن که استاد در نهایت به یه جایگاه دیگه برسه. این خلاف اون جریانات سینمایی که ما قبلا دیدیم. معمولا استاد فدا میشه و تموم، ولی اینجا کاری که داره طراحی میکنه عین خود زندگیه. ما نمیدونیم استاد در نهایت آیا واقعا کتابش موفقیت آمیز میشه، آیا چی میشه، ولی زندگی همینه، زندگی جریان داره و ما این رو به عینه در زندگی استاد دیدیم، استاد تاریخ دیدیم. من میخوام بگم ببین حرفی که تو داری میزنی در مورد اون مثالی که زدی در مورد ترک بوی ایدی، مثال درستی، اون هم به فیلم ربط پیدا میکنه، یعنی که همچین نوستالژی هست. خیلی از بازیگرهایی که ما دوستشون داریم الان به سن میان سالی رسیدن همه متولدای همین سال خان و دهه 70 میدونیم بسیار دهه 70 خیلی مهم بوده تو صنعت مد، خیلی چیزا مهم بوده. ولی من اصرارم به این قضیه اینه که رفتن سراغ اون دوره تاریخی به آقای الکساندر پین این بها رو داد که حتی بتونه تو انتخاب موسیقیایی هم که میکنه دستش خیلی باز باشه و موسیقیای نسبتاً نمیتونیم بگیم اولد سانگ ولی نسبتاً قدیمی رو انتخاب میکنه که میشینن روی فیلم و اتفاقا خیلی اگه دوستانمون دوست داشته باشن میتونن برن ساوندترک ها رو چک کنن، مال همون سالاست، دهه 70 69 همون. مثلا ترک ونوس، گروه ونوس که میاد ترکش میاد مال همون سال، یه گروه هلندی هست، یه گروه راک هلندی هست. فیلم این کارو با ما میکنه که در نهایت هیچ کسی برای هیچ کسی فدا نمیشه به اون شکلی که جنبه تراژیک داشته باشه. قتلی صورت نمیگیره، یه گلوله‌ای شلیک نمیشه، حتی دعوا تو فیلم نمیشه، یک بزن با کتکی بخوام بخورن که بخواد یه صحنه مثلا کمدی رو بسازه ایجاد نمیشه. اون کمدی، اون ابزورد، اون گروتسک توی زندگی ما هست و این به نظر من ما برای این فیلم خیلی دوست داریم که به یک نوعی خودمون رو میتونیم به راحتی به جای اونا بذاریم، به جای شخصیت‌ها بذاریم و هم لذت ببریم، هم متنفر بشیم، هم اعصابمون خورد بشه. واقعا سکانس دادن دفترچه مری به پل خیلی سکانس احساسیه ولی فارغش میکنه از اون احساس زدگی‌های شعاری دم دستی که بخواد فیلم رو لطمه بزنه و فیلم رو زیر سوال ببره. ممنونم. منم یه جمله میگم دیگه برنامه رو تمام کنیم. آقا وقتی این جمله رو همه هزاران بار شنیدیم، سینما زنده است، با فیلم‌های بلکباستری ما کان 300 میلیونی نیست، با این فیلم‌ها که میگن سینما زنده است. برای من این فیلمه که سینما رو زنده نگه میداره. یه فیلم بی ادعا با یه بودجه‌ای که احتمالاً نهایتاً 20 میلیون دلار بوده، مطمئناً بالایی نبوده، بدون هیچ حاشیه‌ای، بدون هیچ کمپین عجیب تبلیغاتی مثل باربی اوپنهایمر. ولی وقتی تو نگاهش میکنی آخر فیلم یه احساس رضایت داری، یه سرخوشی خوبی داری. سینما یعنی واقعا لذت بردم. یعنی هیچ فیلمی امسال انقدر به من لذت نداد دیدنش که این فیلم داد، بدون اغراق اینو میگم. شاید فیلمایی دیده باشم که خیلی منتظرشون بودم فلان، ولی این فیلم اصلا به من لذت داد دیدنش. خیلی خیلی فیلم خوبی بود و امیدوارم که میدونم این اتفاق نمیفته، امیدوارم که بهترین بازیگر نقش اول و بهترین فیلمنامه رو به قول تو حداقل این فیلم بگیر. ولی تو بهترین فیلمنامه فکر میکنم شانس بیشتری داشته شه. متاسفانه تو بهترین بازیگر به خاطر این کمپین قدر اوپنهایمر و خوبی که داره خیلی بعید میدونم. ولی تو فیلمنامه چرا؟ تو فیلمنامه ما که فیلمنامه اقتباسیه یا فیلمنامه اورجینال اقتباسی نیست؟ درست فیلمنامه اقتباسیه ولی به همراه نویسنده با الکساندر پین با هم نوشته. خب پس احتمالش زیاده تو فیلمنامه اقتباسی جایزه رو بگیره. پس با این منم میگم من اصلا فکر نمی‌کردم، خیلی یعنی اصلا رکب خوردم سر این قضیه، ولی به جرئت میگم بهترین فیلمی بود که امسال من دیدم و خیلی چسبید بهم. خیلی لذت بردم. ولی همینه، سینما همینه، درست واقعا مثل فوتبال میمونه، مثلا این خود زندگیه. یک موقعیتی آدم میذاره که این فیلم باید میشد مثلا بهترین فیلمی که امسال تو دیدی، مثلا خیلی دیگه رو فکرشو میکردی ولی نشدن. و همون حرف توه، سینما به پشتوانه اینا زنده است، به اینجور فیلم ها زنده است.
تو چند ماه پیش ایران بودی با هم برنامه مورد انتظار ترین فیلم‌های سال رفتیم، هیچ کدوممون این فیلم تو لیستمون نبود. یعنی اصلا ما فکر کنم تو چرک نویسا هیچ کدوممون هم نبود. حالا تو لیست اصلیمون که نه بابا اصلا هیچی. ببین اینها اون جذابیت پنهان لعنتی اینجاست. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همه دوستانی که 45 دقیقه از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما رو شنیدن. ممنون از همه عزیزانی که ما رو به دیگر دوستان اهل فضل و ادبشون هم معرفی میکنن و باعث میشن این جامعه کوچیک ما بزرگ و بزرگتر بشه. برنامه ما رو میتونین از طریق سایتمون، صفحه کست باکسمون و کانال تلگراممون هر سه با آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم. Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing now. Loving never did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you now. Lying never did nobody no good, no